آیا تا حالا به این فکر کردین که رفتارهای روزمره ما به عنوان والدین چقدر روی روحیه و آینده فرزندانمون تاثیر میذاره؟ ممکنه کارهایی که از نظر ما کاملا عادی هستن برای کودک فشار روانی ایجاد بکنه. امروز میخوام درباره 10 اشتباه رایج والدین صحبت بکنم و قراره توی این ویدیو یاد بگیریم که چطور میتونیم از این اشتباهات اجتناب بکنیم. اگر دوست دارین که والدین بهتری باشین و زندگی شادتری برای کودکتون بسازین، حتما تا آخرین ویدیو با ما همراه باشین. اشتباه اول مقایسه کردن کودک با دیگران هستش. مثلا فرض کنه یه مادری به فرزندش میگه نگاه کن دوستت چقدر نمره‌های خوبی میگیره، تو هم باید مثل اون باشی. در واقع مقایسه کودک با دیگران باعث میشه که احساس بکنه به اندازه کافی خوب نیست و ارزشمندیش وابسته به عملکرد دیگران هستش. پس رفتار درست چیه؟ به جای مقایسه با بقیه روی پیشرفت‌های شخصی کودک خودتون تمرکز بکنید. مثلا بگید من دیدم چقدر تلاش کردی تا تکالیفتو تموم بکنی، این خیلی خوبه، ادامه بده همینجوری. و در واقع تحقیقات نشون میده که مقایسه با بقیه میتونه منجر به کاهش عزت نفس و ایجاد اضطراب توی کودک بشه. پس بهترین راه برای ایجاد انگیزه در کودکان تمرکز روی پیشرفت فردی و تشویق کردن کودک به تلاش بیشتر هستش. اشتباه دوم نادیده گرفتن احساسات کودک هست. مثلا فرض کنین کودکی داره گریه میکنه و مامانش میگه که چرا داری گریه میکنی؟ این که چیز مهمی نیست. در واقع نگاه کنین، مادر داره میپرسه چرا گریه میکنی. وقتی ما سوال میپرسیم چرا گریه میکنی، یعنی اصلا نباید گریه بکنی، اصلا چیز مهمی نبوده. و در واقع نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن احساس کودک باعث میشه که احساس بکنه احساساتش بی ارزشه و نمیتونه اگر نیازی داره با کسی صحبت بکنه. پس رفتار درست چیه؟ به احساسات کودک گوش بدین، تاییدش کنین. مثلا بگین که میدونم ناراحتی، بیا حالا در موردش صحبت بکنیم. یا مثلا چی شده که ناراحت شدی؟ میخوای با هم صحبت بکنیم؟ و در واقع نادیده گرفتن احساسات کودک میتونه منجر به مشکلات روانی در بلند مدت بشه و نشون دادن همدلی و گوش کردن به کودک بهش احساس امنیت و ارزشمندی میده. اشتباه سوم کنترل بیش از حد یا آزادی بیش از حد به کودک دادن هستش. به این صورت که مثلا فکر کنین یک والدی اجازه نمیده کودکش تصمیم گیری داشته باشه و همه تصمیمات رو از طرف کودک میگیره و به کودک هیچ حق انتخابی نمیده و در واقع کنترل بیش از حد باعث میشه که کودک از تجربه‌های یادگیری محروم بشه و از طرفی هم آزادی بیش از حد دادن به کودک باعث میشه که کودک بی‌مسئولیت بار بیاد. پس باید چیکار کنیم؟ بین کنترل کردن یا محدود کردن کودک و آزادی دادن به کودک تعادل برقرار باشه. یه نمونه از مثال‌های این که داره در واقع مادر کنترل بیش از حد روی کودکش داره به این صورت هست که مثلا والدین اجازه نمیدن که کودک انتخاب‌های ساده‌ای داشته باشه، مثلا تو لباس پوشیدنش یا بازی کردنش. مثلا همیشه والدین میان برای کودک لباس انتخاب میکنن و بهش اجازه نمیدن که کودک اظهار نظر بکنه که از کدوم لباس خوشش میاد. یا مثلا کودک میخواد با دوستاش تو پارک بازی بکنه اما والدین به خاطر اینکه نگرانی بیش از حد دارن راجع به این موضوع اجازه نمیدن. محدود کردن بیش از حد آزادی کودک باعث ایجاد یه حس بی‌اعتمادی و کاهش مهارت‌های تصمیم گیری میشه و در آینده ممکنه دچار اضطراب بشن یا در رویارویی با چالش‌های زندگی دچار مشکل بشن. از طرفی آزادی بیش از حد دادن به کودک، حالا مثالاشو میخوام براتون توضیح بدم که به چه صورت هستش. مثلا والدین رو تصور بکنید که هیچ محدودیتی برای اون زمان استفاده از دستگاه‌های دیجیتال تعیین نمی‌کنن. مثلا کودک ساعت‌ها بدون اینکه در واقع نظارت روی موضوع باشه داره تلویزیون تماشا میکنه یا بازی‌های کامپیوتری انجام بده. یا اینکه مثلا کودک هر زمان که بخواد میتونه هر نوع غذایی رو بخوره بدون اینکه والدین نظارتی داشته باشن روی تغذیه سالم کودک. پس به این صورت آزادی بیش از حد هم میتونه منجر به رفتارهای بی‌مسئولیتی و ناتوانی کودک در پیروی از قوانین و کاهش توانایی در تنظیم هیجانات کودک بشه. کودک نیاز داره که یک سری مرزهای مشخصی براش تعیین بشه تا احساس امنیت بکنه و بتونه توی یک محیط امن و پایدار رشد بکنه. پس رفتار درست چیه؟ همیشه به کودک اجازه بدیم که مثلا از بین 2 تا یا 3 تا گزینه‌ای که از پیش تعیین شده انتخاب بکنه، مثلا بین 2 نوع صبحونه یا 2 نوع لباس. این باعث میشه که کودک احساس استقلال و امنیت بیشتری بکنه.
یا اینکه مثلا والدین باید حتما روی اینکه کودک چه تایمی میتونه تلویزیون تماشا بکنه یا بازی‌های کامپیوتری انجام بده نظارت داشته باشن و یه حد و مرزی رو براش مشخص بکنن. و در واقع تحقیقات نشون میده کودکان با داشتن مرزهای مشخص و در عین حال اون آزادی‌های کنترل شده بهتر میتونن اون مهارت‌ها و اعتماد به نفسشون رو پرورش بدن. اشتباه چهارم سرزنش مداوم هستش. مثلا پدر به کودکش میگه که چرا همیشه همه چیزو خراب میکنی؟ در واقع سرزنش مداوم اعتماد به نفس کودک رو کم میکنه و اون رو از تلاش برای بهتر شدن باز میداره. به جای سرزنش باید تلاش‌های کودک رو تحسین بکنی. مثلا بگین که میدونم حالا این بار نشد یا موفق نشدی ولی تلاشت خیلی ارزشمند بود. و سرزنش مداوم میتونه باعث کاهش عزت نفس و ایجاد احساس ناکامی در کودک بشه و تشویق به تلاش و یادگیری از اشتباهات بهترین راه برای رشد کودک هست. اشتباه پنجم انتظارات بیش از حد از کودک داشتن. مثلا والدین از کودک میخوان که تو همه آزمونا نمرش 20 بشه. انتظارات بیش از حد میتونه باعث استرس و اضطراب بشه و کودک رو از لذت بردن از دوران کودکی باز داره. انتظارات منطقی و متناسب با توانایی‌های کودک در واقع ما باید داشته باشه. مثلا بگیم مهم اینه که تو تلاشتو بکنی، نتیجه هرچی باشه برای ما ارزشمنده. و مطالعات نشون میده که انتظارات بیش از حد از کودک منجر به افزایش استرس و کاهش عملکرد کودک میشه. پس بهتره اون انتظاراتمون متناسب با توانایی‌های واقعی کودک باشه. اشتباه ششم داد زدن و تنبیه بدنی هست. مثلا والدین با داد زدن یا تنبیه بدنی کودک رو تنبیه میکنن. این رفتار باعث میشه که کودک از والدینش بترسه و ممکنه به جای درس گرفتن از اون اشتباهش بیاد چیکار کنه؟ رفتارهای خودش رو پنهان بکنه. پس آرام و محکم باید به کودک توضیح بدین که این رفتارش اشتباه بوده و تنبیه بدنی و داد زدن نمیتونه کارآمد باشه. این میتونه اثرات منفی بلند مدت روی روان کودک داشته باشه و منجر به افزایش رفتارهای پرخاشگرانه در کودک بشه. اشتباه هفتم گوش ندادن به حرفای کودک. مادر همش سرش تو گوشیه ولی کودک سعی میکنه که باهاش صحبت بکنه. پس گوش ندادن به حرف کودک باعث بشه احساس بکنه که نادیده گرفته شده و ممکنه دیگه مشکلاتشو با شما در میون نذاره. وقتی کودک صحبت میکنه باید هر کار دیگه‌ای دارین بذارین کنار و بهش توجه بکنین و بگین که خیلی مهمه که بدونم الان چه حسی داری، بیا برام تعریف کن. توجه به کودک هنگام صحبت کردن به او احساس ارزشمندی و امنیت میده و ارتباط بین والد و کودک رو تقویت میکنه. اشتباه هشتم محبت شرطی هست. مثلا والدین فقط زمانی که کودک موفق بشه یک کاری رو انجام بده بهش محبت میکنن. محبت شرطی باعث میشه کودک احساس بکنه فقط وقتی ارزشمنده که یک دستاوردی یا یک موفقیتی داشته باشه. رفتار درست اینه که عشق و محبت بی قید و شرط داشته باشین. مثلا بگین هر اتفاقی بیفته من همیشه دوستت دارم. و تحقیقات نشون میده که محبت بی قید و شرط باعث میشه کودک احساس امنیت بکنه و بتونه بدون ترس از قضاوت به رشد و کشف در واقع محیط اطراف و پیرامونش بپردازه. اشتباه نهم نادیده گرفتن بازی و خلاقیت کودک. مثلا والدین همیشه کودک را به انجام تکالیف و فعالیت‌های آموزشی مشغول میکنن و هیچ زمانی برای بازی نمیذارن و این اشتباهه که در واقع بازی و خلاقیت بخش مهمی از رشد کودک و نادیده گرفتنش باعث میشه که رشد شناختی و اجتماعی کودک تحت تاثیر قرار بگیره. رفتار درست چیه؟ پس یک تایمی رو برای بازی‌های آزاد و خلاقانه اختصاص بدین. مثلا بگین الان وقت بازیه، بیا با هم یه چیزی بسازیم. و تحقیقات نشون میده که بازی و خلاقیت باعث رشد مغزی، افزایش مهارت‌های اجتماعی و بهبود مهارت‌های حل مسئله میشه. اشتباه دهم فراموش کردن این که والدین خودشون به عنوان یک الگو هستن برای کودک. مثلا والدین از کودک انتظار دارن که مهربون باشه ولی خودشون مهربون نیستن، رفتاراشون خیلی تنده. کودک از رفتار والدین تقلید میکنه، نه حرفی که والدین میزنن یا دستوراتی که میدن. اگر رفتار والدین با انتظاراتشون همخوانی نداشته باشه کودک گیج میشه. پس رفتار درست چیه؟ خودتون رفتارهایی که انتظار دارین کودک اونها رو در واقع داشته باشه رو نشون بدین. اگر میخواین کودک صبور باشه خودتون باید این صبوری رو در موقعیت‌های مختلف نشون بدین. و کودکان یادتون باشه که همیشه از طریق مشاهده یاد میگیرن. پس اگر والدین میخوان رفتاری رو در کودک نهادینه کنن باید خودشون در ابتدا الگو باشن.
این 10 تا اشتباه رو براتون توضیح دادم و خواستم فقط بدونی که اشتباه کردن بخشی از در واقع ویژگی‌های والد بودنه، اما هر زمانی که ما بتونیم اشتباهاتمون رو شناسایی بکنیم و اصلاح بکنیم به فرزندانمون کمک میکنیم که انسان‌های بهتری باشن. یادمون باشه که فرزندان ما قرار آینده رو بسازن. شما چه تجربه‌ای تو این زمینه دارین؟ آیا این اشتباهات برای شما آشنا بوده؟ و دوست دارم که شما هم تجربیاتتون رو با من به اشتراک بذارین که از این 10 تا اشتباهی که توضیح دادم کدومش رو ممکنه مثلا شما تو زندگی با فرزندتون انجام داده باشین. نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین و اگرم از این ویدیو خوشتون اومد لایک بکنین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنین.